ایشلکی یکی از غذاهای محلی ترکمن هاست. این غذا یک جور کیک گوشت است که به طور سنتی غذای چوپان‌های ترکمن بوده. ایشلکی از فرهنگ و آداب مردم ترکمن صحرا ریشه گرفته که در شرایط سخت آب و هوایی زندگی می‌کردند. برای پختن این غذا نیاز به ظرف و قابلمه نیست. خورشید و شن و ماسه برای تهیه آن کافی است. چون ترکمن‌ها بیابانگرد بودند نمی‌توانستند با خود بشقاب حمل کنند، بنابراین این غذا را در صحرا با سینی و چاقو و گوشت و آرد درست می‌کردند. زندگی در بیابان و دمایی که در تابستان به 40 تا 50 درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسید، باعث می‌شد که ترکمن‌ها فقط موادی را به کار ببرند که در سفرهای طولانی خراب نشود. در نتیجه از سبزی و میوه خبری نبود، اما نان و غذاهایی که با آرد درست می‌شود فراوان بود. پیشینیان ما عمدتاً گوشت را کباب می‌کردند و نان را می‌پختند، اما فقط خمیری را به کار می‌بردند که مخمر نداشت. امروز ترکمن‌ها با اجاق‌های مدرن غذای سنتی خود را می‌پزند، اما روز جشن ملی فرصت خوبی است برای آشپزی به شیوهی سنتی.